دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشین. دوستای عزیز، به اولین ویدیو آموزش آرایشگری ما خوش آمدین. دوستای نازنین، اولین ویدیو آموزش آرایشگری ما معرفی لوازم آرایش می باشد و همچنان معرفی لوازمی که بخاطر ساختن مدل موی استفاده میشه همه رو براتون به معرفی میگیرم. دوستای نازنینم، امید که تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. دوستای نهایت عزیز، اینجا یک سری برس موجود می باشد که از برس کوچک تا برس بزرگ تماما برس موجود می باشد. دوستای عزیز، برس بزرگ به خاطر سرخی صورت استفاده میشه، برس دوم به خاطر کانتور صورت استفاده میشه، برس سوم و چهارم به خاطر پخش کردن میکاپ استفاده میشه. با هر کدامش که شما نازنینا راحت بودین میتونین استفاده بکنین. و برس بعدیش به خاطر هایلایتر استفاده میشه. برس بعدیش به خاطر پخش کردن سایه چشم استفاده میشه. البته هر دویش به خاطر سایه چشم استفاده میشه، هم بر سر چشم و هم بر زیر چشم. با هر کدامش که راحت هستین میتونین استفاده بکنین. برسای بعدیش هم به خاطر کانسلر که با هر کدامش راحت هستین میتونین استفاده بکنین. برس بعدی هم به خاطر زیر چشم و کنجکای چشم استفاده میشه که با این میتونید شما نازنینان سایه چشم پخش بکنین. عزیزایم، در پهلویی که من از این برسای استفاده میکنم، از برسای دیگر هم استفاده میکنم، چون در بعضی آرایش هست که از اون برسای استفاده نمیشه چون سایزش بزرگتر است و از این برسایی که سایزش کوچکتر باشه استفاده میکنم. بر زیر چشم و کنجکای چشم استفاده میکنم که از این برسا در سیت قبلی موجود نمی باشد. اینو میتونین جدا دانه دانه خرید بکنین و با این برس من زیادتر راحت هستم و همیشه از این برس من استفاده میکنم. این برس هم به خاطر زیر چشم و بعض کنجکای چشم استفاده میشه که با هر کدام شما نازنینان راحت بودین میتونین که استفاده بکنین. و من در کنار از برسای دیگه، از این برسایی که سایزشان خرد است، یعنی همون قلم‌های آکوا هست که از این استفاده میکنم و شما هم استفاده بکنین. به خاطر خط چشم و ابرو که خط خطی میشه، به خاطر از اونها استفاده میشه و از اینجا از آکوا استفاده میکنم و این قلم خردم از می آکوا هست که رنگ سفید، سیاه و قهوه‌ایش پیش من موجود می باشد. دوستای عزیزم، و این برسم که هست به خاطر تتوی ابرو استفاده میشه که این نوکش به خاطر تتو استفاده میشه و این طرفشان به خاطری که اگر ابرو تیز شوه امروزی پس ما رنگش خیره تر میکنیم و خیلی راحت میتونیم با این استفاده بکنیم. و این هم تتوی ابرو هسته که هر رنگش موجود است، با هر کدومش که شما راحت بودین خوشتان آمد میتونین ازش استفاده بکنین. دوستان نازنین، اینجا چندین قسم خط چشم هستن که هم واتر پروف می باشد و هم ساده می باشد. از هر کدامش که شما نازنینان خواسته باشن میتوانین استفاده بکنین. خط چشم اول ما خط چشم سیاه است و دومش هم خط چشم سیاه می باشد که سومش هم خط چشم سیاه می باشد که هر سی از کمپانی های مختلف هستن. نازنینای و ارزش واتر پروف می باشد، خیلی عالی هستن. خط سوم چهارم ما از پاریس است که بهترین خط چشم هستن اما واتر پروف نمی باشد. عزیزایم، اینجا خط چشم دیگه هم داریم که خط چشم ما سفید است، سفید می باشد، برای زیر چشم استفاده می شود، خیلی عالی هستم. اینجا کانتور داریم که دو رنگ هسته و هم رنگ قهوه‌ای تیز داره و هم رنگ صورتی داره که خیلی عالی کانتور هستم. ریمال زیگزاگ هسته که به خاطر مژه استفاده میشه، بهترین ریمال هستم. اینجا سیروم ابرو داریم دوستای عزیز، به خاطر که ابروهای ما پرپشت شوه از این استفاده میکنیم. البته این دارای شما شامل نمی باشد، خب خواستم براتون معرفی بکنم بهترین سیروم است. اگر میخواین استفاده بکنین خیلی عالی است، میتونین برای مژه و ابرویتون استفاده بکنین، پرپشت میکنه. دوستان نازنینم، اینجا چند پالت است از پیشانهای چشم است. سایه های چشم رنگ خاص پوشانی داره. پالت اولی ما که است رنگ های بسیار ساده داره، رنگ های مقبول است که همه میتونه استفاده بکنه. پالت دوم ما هم رنگ های ساده و کم فیشنی تر هم داره. دوستای نازنینم، در این پالت دوم کم رنگ مختلف موجود است و کمی هم زرق داره. در این پالت ما و هایلایتر هم داره که میتونین استفاده بکنین.
دوستان نازنین، پالت سوم هم رنگ های مختلف داره، رنگ های روشن است و عزیزانی که دوست دارن از رنگ های تیز استفاده بکنن از این پالت استفاده میکنن. اینجا هم پالت خورترک داریم که هر رنگ هم که بخواین موجود است، رنگ های تیز هم موجود هستن و 2 رقم هایلایتر در کار شده میتونین استفاده بکنین. و پالت سوم هم رنگ های بسیار تاریک استفاده شده که خیلی رنگ های قوی خوبش موجود است که میتونین از این هم استفاده بکنین. رنگ های خیلی حالی دارن این پالت ها. و دوستان نازنین، اینجا هم پرایمر داریم. میشه از اینکه شما میکاپ یا پودر در رویتان استفاده بکنین. اول از پرایمر استفاده بکنین، چند قطره در صورتتان استفاده بکنین. این خوب بمالین، برای 3-4 دقیقه در رویتان بانین. وقتی که خشک شد میتونین از هر قسم میکاپ خواسته باشین استفاده بکنین دوست عزیز. و وقتی که آرایشتان تمام میشه بعد میتونین که از میکاپ فکسر در رویتان اسپری بکنین. آرایش به دیر وقت بریتون نگه میدارد. دوستکای نازنین، اینجا میکاپ داریم که چندین قسم میکاپ است. بر جلدهای سفید و جلدهای گندمی میباشد که از هر کدامش استفاده کرده میتونین. دوستای نازنین، این بر جلدهایی که زیاد سفید نباشه و زیاد هم گندمی نباشه استفاده میشه. جلدهای متوسط بهترین میکاپ هستن. هم رقمی صورت است، زیاد فهمیدن همیشه که استفاده شده باشه بهترین میکاپ است. و میکاپ املی هم بهترین میکاپ است، کاور داره، عالی است. میتونید که از این هم استفاده بکنید. بر جلدهایی که گندمی باشه استفاده میشه. دوستای نازنین، میکاپ درماکول که است بهترین میکاپ است، کاور هم داره و بر جلدهایی که سفید باشه استفاده میشه. دوستای نازنین، اینجا 2 خط چشم دیگه هم دارم که سفید و طلایی هستن که بعض وقت خط چشم استفاده میکنم، بعض وقت در آرایش استفاده میکنم، بعض وقت در زیر چشم استفاده میکنم که بسیار رنگای خوبش داره. و اینجا هم کانسلر است که بهترین کانسلر است، عالی است. همیشه میتونین که از این کانسلر استفاده بکنین. من پیشنهاد ممی است که از این کانسلر استفاده بکنیم چون خود من استفاده میکنم، نتیجه گرفتم بهترین است. و اینجا کانسلر دیگه هم داریم دوستای نازنین که از این کانسلر هم میتونین استفاده بکنین. این هم بهترین کانسلر هستم. و اینجا یک آرایش دیگه داریم که این هم به خاطر پشت چشم استفاده میشه. بهترین رنگا را داره، طلایی، نقره‌ای و سفیدش پیشما می باشد که بسیار عالی است و چرب می باشد. از این خیلی کم استفاده میکنیم چون رنگاش بسیار تیز است، کم استفاده میکنیم ولی خوب پخشش میکنیم. اینجا هم زرک داریم که زرک سفید موجود است و زرک 7 رنگ اینجا موجود است. در بعضی آرایش ها استفاده میکنیم. بخیر دوستان نازنین، اینجا اسفنج است که با این میتوانین میکاپتان رو پخش بکنین. البته پیش از این که از استفاده بکنین پرایمر استفاده بکنین، 1-2-3 دقیقه بگذارید که خشک شود. بعدا از میکاپ استفاده بکنید و از این اسفنج کم نمناک بکنید. بعد از استفاده بکنید. البته اگر از برش استفاده میکنید خوب است، اگر نمیکنید از این هم مشکل نیست. اگر با هر دویش راحت نیستن میتونید که از اسفنج استفاده بکنید، بسیار عالی است. میتونید که خوب پخش بکنید. دوستان نهایت از وقتی که آرایشتان تمام بشه میخواین که رویتان پاک بکنین، از این فیس واش استفاده بکنین. کمی در دستتان بگیرین، 1-2-3 دقیقه در رویتان مساج بدین، بعدا با آب بشویین. آرایش رویتان پاک میشه. بهترین فیس واش است، هم داغ و لکه از بین میبره، رویتان پاک نرم میکنه. نازنینان، اینجا مژه هم داریم، مژه کوچک و مژه بزرگ. مژه کوچک است از زیر چشم می باشد و مژه بزرگ است از سر چشم می باشد که میتونین از هر کدامش که دوست داشته باشین میتونین استفاده بکنین. و اینجا هم نگینه داریم که نگینه در پشت چشم استفاده میکنین. البته در ویدیوهای بعدی انشاءالله بخیر از استفاده میکنین. و اینجا هم شرش مژه داریم که بهترین شرش مژه است. البته 2-3 رقم دیگه هم دارم، این همیشه از استفاده میکنم، خیلی عالی است. و دستکای نازنین، اینجا یک قالب روی است که ما در این قالب روی تمرین میکنیم و همین قالب روی است که من بر شما نازنینان آموزش میدم.
و تمام دکان‌های افغانستان هم گشتم، گفتن که قالب مکمل روی پیدا نمیشه، قالب نیمه هست که قالب نیمه هم مژه ابرو هیچ چیزی نداره، تماما چیزی که لازم است و کار است خودم برش جور میکنم و براتون آموزش میدم و از این قالب روی میتونین یک دانه خرید بکنین و شما هم در خانه تمرین بکنین، آموزش ببینین و یاد بگیرین. دوستان نازنینم ایرا بری میباشه، ایره میتونین با آب عادی هم بشوین و اینجا هم مواد داره که میتونین از موادش استفاده بکنین. ایره با موادش بشوین، خیلی عالی است. دوستان نازنینم اینجا آکوا است، وقتی که ابروهایتان رو منظم میکنین یا خط میندازین از آکوا استفاده میکنین که بسیار خط خرد و بزرگ هر قسم شما خواسته باشین میندازه، رنگ سیاه سفید قهوه‌ای است در پهلوی که از این آکوا استفاده میکنین شما. اینجا ما لیفت ابرو هم داریم که این برسکش هست که میتونین از این استفاده بکنین و این خود همون موادش هست که از این استفاده میتونین. این هم ابروها را خطی میکنه و تا چندین ساعت همون قسم میباشه، یعنی زود خراب نمیشه. میتونین که از این لیفت ابرو هم استفاده بکنین در پهلوی آکوایتان و یا هم تتوی ابرویتان. دوستان عزیز معرفی لوازم آرایشی تمام است و حالا موادی که به خاطر مدل موی استفاده میکنیم رو براتون به معرفی میگیرم. یک بودی داریم که توسط همی ما میتونیم هر مدل خواسته باشیم به این موی بدیم و از این استفاده میکنیم. اینجا هم تافت موی است که به خاطر منظم ساختن موی از این به موی اسپری میکنیم و از این استفاده میکنیم و اینجا هم یک تافت دیگه داریم که از این هم استفاده میکنیم. دوستان عزیز اینجا چند قسم سیخک داریم، به خاطر مدل موی از این استفاده میکنیم، سیخک بسته هستم و اینجا چند قسم سیخک دیگه هم داریم که کمی باز است، به خاطر موهای شیرین استفاده میکنیم. البته در بعض حالت فکسش میکنیم، در بعض حالت فقط نگه میداریم که سیخک عادی است و این سیخک دیگه هم که است سیخک به نام موی است که از این سیخک مایی میتوانیم که بخاطر فکس نگه داشتن هم استفاده بکنیم، البته بخاطر نگه داشتن هم استفاده میکنیم. و اینجا قیتک است، به خاطر تقسیم بندی موی استفاده میکنیم، البته در بعض حالت هم به خاطر دیزاین دادنش از این قیتک ها استفاده میکنیم. دوستان نازنین اینجا نوشته که خرد هم است، کلان هم است، به خاطر دیزاین موی استفاده میکنیم. و اینجا هم از پورتس استفاده میکنیم، البته بعضی موهایی که زیاد جر نزنیم از این پورتس استفاده میکنیم، به خاطر که موها را بف نشان بده و خوبش نشان بده از این استفاده میکنیم. و اینجا یک قسم جلی دیگه داریم که از این جلی به خاطر مدل موی استفاده میکنیم، البته بسیار جلی های نازک میباشد، به خاطر بعضی دیزاین های گل از این استفاده میکنیم. و اینجا دوستان نازنین چند قسم شانه و برس داریم، به خاطر دیزاین استفاده میکنیم، به خاطر خط انداختن از این شانه ما استفاده میکنیم و این هم به خاطر بعضی موهایی که چکی میشه به اونا استفاده میکنیم. دوستان نازنین و این شانه هم به خاطر که نوکش بسیار مهین است، به خاطر تقسیم بندی از این شانه استفاده میکنیم و این هم به خاطر هر دوش به خاطر دیزاین دادن موی است. البته در ویدیوهای بعدی انشالله بخیر باز میبینیم. این هم به خاطر دیزاین دادن موی است و این شانه هم شانه تقسیم است، این هم برس است که میتونیم استفاده بکنیم.